سلام دوستان، در این ویدیو ما درباره 5 بیزنسی که از خودی در کار می شود صحبت میکنیم. با همین بیزنس ها امکانیت هست که در آینده خود و نگاه و بین عائله تأمینات پیدا کنید. با همین گفتنی هم که ویدیوی من به شما کمی باشد شوق پیدا کند، باز در دیگر رالیک های خود به شما بیزنس ها و فصل های آن، یعنی در تابستان و زمستان و بیزنس دیگه با مکتب خان پیشنهاد میکنم. راحت شنید ویدیو را تا آخر تماشا کنید، زیرا یکی از آنها به شما موتیواسیون دهد. آبونه شوید، لایک را فراموش نسازید. پیش از ویدیو را سر کردن به شما صحبت سید مراد دولتوف را نشان میدهم. تماشا کنید. تماشای خوب به شما میخوام. همون اصلاح کنیتون سودای مردم اروپا یاد گیرید و مردم غرب. من تمام تاجیکستان ما درس دادم. یگان کس باور کنید درباره عائله گپ میزنم، همین مردم اروپا خوابش برده استوده. همین درباره پول گپ زنم، اگر طلبی مکتبش هم میشلین استوره یا باور کنید سرازه میگود این خیلی من این خیلی کردن درگاه این عبارات های و طلبی مکتبش هم زنکشم مردکشم و یا در حقیقت همین کرده همون فهمیدن پول چخیل بران میگرد، پول چخیل کار میکنه. سودای چیز اویا کار کنین، از شسترکی ویا یاد گیرید. فهمیدن؟ قالین‌شویی. اگر شما در خانه با عائله خود قالین شستید، پس به شما امکانیت خوب پیدا شد. شما به افتمایک رفته یا بیشتر به همسایه خود با نرخ ارزان پیشنهاد کنید، به دست خود صاحب مبلغ کافی میگردید. با اجرای این کار شما روز 50 سومان، در یک ماه 1500 سومان و در یک سال قریب 2000 دلار کار میکنید. شستشوی ماشین. این کار زیبنده شما است. روزی نیست که شما ماشین پدرتان را نشسته باشید. کاری آسان و شوق‌آور است. ماشین شویی این به قالین‌شویی نزدیک است و از آن فایده زیاد دارد. شما با این کار در یک روز 80 سومان و در یک ماه 2500 سومان و در یک سال 3000 دلار کار میکنید. در جای سوم من یخماز فروشی را ماندم، زیرا در تابستان همه آدمان آن را خریداری میکنند. مشکلی کار در آن است که آن فقط در بهار و تابستان و کمی در تیر ماه فروخته می شود. من به این کار میل دارم و مقصدی به این کار مشغول شدن را دارم. با یخماز فروشی شما در یک روز زیاده از 200 دانه یخماز می فروشید و روز 200 سومان، در یک ماه 6200 سومان و در 7 ماه 4300 دلار کار میکنید. فروش میوه بیزنس ایده هر یک انسان است و من نیز این کار را کردم و فایده زیاده به دست آوردم. از تجربه خود میگویم که سخن درباره این بیزنس بسیار است، گپ را دراز نمیکنم و به مسئله برمیگردم. این کار فصل ندارد و همه این مردم بای کمبغل با میوه تامین هستند. این کار ریسک ندارد، گارانتی فروش پوره از صفت محصولات وابسته است. در این کار شما روز 200 سومان و در یک ماه 6200 سومان، در یک سال 7400 دلار کار میکنید. خرید و فروش حیوانات و پرنده ها. این کار کمی مشکل است و به تأمین روزگار خود یاری کلان میرساند. شما برای مثال 4 تا مرغ یا خرگوش با نرخ 50 سومنی خریدید و آن را 6 ماه کلان کرده با تأمین خوراکی حیوانات ها در 6 ماه قریب 100 سومن صرف کردید. و بازار آنها را برآورده 4 تا را با نرخ 200 سومنی کلا 800 سومنی فروختید. در آخر 500 سومن فایده دیدید. اگر با حساب میانه شما 50 تا گرفته باشید، در یک سال 12000 دلار کار میکنید.